امروز 28 مارت است و شما برنامه خبری رادیو озодӣ را тамошо دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام، نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای روز. برف رفت اما از برق خبری نیست. بعضی منطقه‌های توجیکستان در یک شبانه روز همگی 6 ساعت برق دارند. با کودکای مادر خدا میگه که سوید مود ما کتاب نمیخونم. سر میخیزم از فوت تیار نکردم میرم. احتیاط باشید. کمیته فوق‌العاده از هوای نامساعد و وقوع بیشتر حادثه‌های ترما فرایی و آبخیزی هشدار می‌دهد. و درباره جوانی همنام پرزیدنت ترکیه رجب تایب اردوغان نیز خواهیم گفت که برای رئیس محل شدن مبارزه می‌برد. مرا گاه رئیس و گاه ناندوز می‌مانند. بعضی ها میگویند حالا او رئیس ناحیه می‌شود. صحنه‌های چند روزی اخیر در یکی از روستاهای ноҳияи فرخور، سیل و آبخیزی که به گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده توجیکستان ممکن است تکرار شوند. کمیته هشدار می‌دهد که ساکنان کشور در چند روز آینده بنابر نامساعد شدن هوا از احتیاط کار بگیرند. تا آخر هفته در مناطق کوهی باران شدت گرفته، آمدن سیل و بالوروی سطح آب رودخانه‌ها استثنا نیست. در راه‌های کوهی لغزش ترما نیز احتمال دارد. بر علاوه کمیته مثال آورده است که روز گذشته بنابر بیرون رفتن آب از ساحل یک طفل 2 ساله غرق شده است. تفری مومن احمدی میگوید تغییریابی باد و هوا الکی پیامدها را به دنبال داشته است. ساکنان دهه دره حیران در ناحیه سنگوار تلاش دارند که مال و اموالشان را از زیر ترما بیرون کنند. شب 28 مارت بر اثر ترما نزدیک 10 خانه استقامتی در دهه زیان دید. دهها گاو و گوسفند مردم به هلاکت رسید. ساکنان میگویند ترما به باغ‌ها نیز زیان رسانیده، راه را بست. خط انتقال برق نیز آسیب دید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از احتمال بیشتر شدن فلاکت‌های طبیعی هشدار می‌دهد. ساکنان جماعت شکناوی ناحیه خوالینگ نیز از آبخیزی در این منطقه نوار فرستادند. آبخیزی صبح 28 مارت یک پل ارتباطی میان دهات جماعت شکناو را ویران کرده است. اکثر آفت‌های طبیعی در تاجیکستان زمستان و بهار رخ می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌ها سالانه تاجیکستان تا 15 میلیون دلار از آفت‌های طبیعی زیان می‌بیند. این گزارش را که مومن احمدی تقدیم کرد با کمک کاربران عزیز آزادی ویدیو تهیه شد و اگر می‌خواهید خبر و عکس النوار شما نیز در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بهار امسال به فرق از قبل برای ساکنان توجیکستان و حتی پایتخت کشور نیز با محدودیت در انتقال نیروی برق شروع شد. در برخی از شبکه‌های برقی میگویند نقشه در کدام ساعت‌ها قطع نیروی برق و بردن کارهای تعمیری به آنها رسیده است، ولی درباره انجام محدودیت برق فعلا خبری نیست. هرچند 2 هفته پیش مسئولان برق توجیک وعده دادند که بعد نوروز لیمیت برق بکار می‌شود. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. اینا نیست، سوید نیست. منو بینیدم. مردم تاجیکستان در ماه اول بهار با کمبود شدید برق روبرو شدند، با وجود آنکه در آخرهای سال 2018 با گردان کردن چرخه اول نیروگاه بزرگ راغون مقامات وعده از بین رفتن نارسایی برق را داده بودند. از ساعت 8-9 میکشند من تا ساعت 6 بیگاره. آخه من طلبا مکتب میرن، لباساشون به اتوک. من روز دراز اینمی طلبای مکتب در زور آخه اتوک کردن در کار، کتابشان خواندن در کار. با کودکای مادر خدا میگه که سوید مود ما کتاب نمیخوندیم. سر میخیزم از فوت تیار نکردم میرم مکتب. دهه ظفر در شفت محله ظرفشانی دوشنبه جایگیر است. مثل اکثر ناحیه‌های کشور اینجا قوه برق با رجا داده می شود. در یک شبانه روز 6 ساعت ساکنان امکان دارند برق را استفاده کنند. خیلی مثال ما زنای خونشین مثال برای کودک مایده داریم و در کار همین چیز برای قیند ایسران و کودک مایده در تاریکی نمیتونه ایستاده. یگان وقتی میشه یگان کاری سرسیمت داری در تاریکی نمیشه مونده کن. پرافیلاکت که میگه یا که تعمیر همون ناقل ها است یا که یگان حالت های تمدمایی رو خاموش میکنه. این چیزی که شب میکشن پگاهی میتن یا که روزانه میکشن
این شما خبر نداره از کدام سبب ها باشد این شما خبرم لیمیت بر هم خوردگی است. ساکنان برای پختن طعام از اصولهای بابایی استفاده میکنند که در اول بهار از حوادث کم یافته است. مسئولان برق تاجیک سبب محدودیت انتقال برق را کارهای تعمیری و پروفیلاکتیک گفتند. در آن محله هایی که با این بهانه برقشان را خاموش کرده بودند، کارمندان شرکت برق تاجیک مشاهده نشدند. مسئولان شرکت برق تاجیک گفته بودند که کارهای به قولشان پروفیلاکتیک تا جشن نوروز تمام می شود. یک مسئول اداره برق ناحیه رودکی بر رادیوی آزادی گفت تا حال سفارش پرره تامین کردن برق را از رهبریت نگرفتند. با گذشت چند روز از نوروز نه تنها در ناحیه ها، در بعض کوچه های پایتخت هم روزانه برق خاموش شده، گاه باعث از کار ماندن چراغک های راه می شود. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی، دوشنبه. با گذشت یکونی ماه از هلاکت الهامجان خدایبردیев سرباز یکی از قسم‌های حربی دادگاه نظامی شهر دوشنبه حکم омили марги او را اعلان کرد. ارکین عبدالرحمانов هم خدمت این سرباز کشته شده به 4 سال زندان محکوم گردید. در حکم آمده است عبدالرحمانов شام 15 فوریه با автомат کلاشنیکوف از بی‌احتیاطی به چشم راستی هم خدمتش الهامجان خدایبردیев تیر خالی میکند. بنابراین عبدالرحمانов را بر رعایت نکردن قاعده‌های مناسبت با سلاح گناهکار دانستند. پیوندان خدایبردیев از حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند به زینه‌های بالایی شکایت میبرند. سرباز 20 ساله نویای دیوشتیچ ولایت سوغد روز 15 فوریه به هلاکت رسید. وی در یکی از قسم‌های حربی روغون خدمت میکرد و تا انجام خدمتش همگی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان محله گلچوک در شمال غرب ترکیه شاید حیران شوند که چرا رجب طیب اردوغان برای رئیس محله آنها شدند وارد رقابت انتخاباتی گشته است. ترکیه روز 31 مارت انتخابات مقامات و مجلس‌های محلی را دارد و در گلچوک جوان با عین نام رجب طیب اردوغان برای رئیس محله شدن مبارزه می‌برد. رجب طیب اردوغان 20 ساله را خودتان تماشا کنید. نام او رجب طیب اردوغان است، اما برعکس هم نامش رئیس جمهوری ترکیه این جوان 20 ساله نو به سیاست پا گذاشته است. داوطلبی کرسی به مقام رئیس محله است. برای نامش گاه احترام می‌بیند، گاه دشنام می‌شنود. در شبکه‌های اجتماعی البته تنقید هست، ولی نظرهای مثبت نیز می‌بینم. مرا گاه رئیس و گاه نامدوز می‌نامند. بعضی ها میگویند حالا او رئیس ناحیه می‌شود. همین گونه گپ‌ها. پدری نامزد جوان او را برای محبتش بر رهبری ترکیه که رئیس شهر استانبول بود رجب طیب اردوغان نام گذاشته است. همراه با نام به پسرش جاه طلبی سیاسی هم عطا کرده است. رجب طیب اردوغان حالا برای مقام مختار یا رئیس محله گلچوک در شمال و غرب ترکیه مبارزه می‌برد. او نباید به خاطر نام پرزیدنت مانع پیشرفت خودش شود. هر کسی دیگری عادی حسن احمد محمد نباید سر نامش شبهه کند و برای موفقیت کوشش نماید. Yani ismini unutaraktan başarıya koşmasını istiyorum ben. رجب طیب اردوغان یکی از رهبران بزرگ زمانه است. انشالله دوست ما راهی او را پیش میگیرد. سلام علیکم. nasılsınız؟ و یک نفر که رجب طیب میتواند به او تکیه نماید برادر و مشاورش طلحه است. Bendim ki inandıktan sonra her şeyi yaparsın. من به او گفتم اگر به خود باور داشته باشی همه کار را میتوانی. من همیشه در برش هستم، حسد نمیبرم. ما هر دو یک مرام هستیم. من بعضا او را سرزنش میکنم و میگویم مختار این کار را نکن، این را نکن. من و مشورت هایم را گوش میکنم. Her zaman dinler, her zaman zaten sorar. انتخابات مجلس‌های محلی ترکیه روز 31 مارت صورت میگیرد. روزی که ممکن است این رجب طیب اردوغان را هم شناخته کند. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. هر سال روز 27 مارت به عنوان روز جهانی تئاتر تجلیل می شود. در این روز در تاجیکستان بیشتر از دستاورد تئاترهای کشور میگویند، اما همصحبتان رادیو آزادی در یک میز گرد گفتند که تئاترهای تاجیکستان در حال حاضر از کمبود سرمایه، نارسایی متخصصان کسبی و تماشابینان صادق اذیت میکشند. Позиция ему
این است که خواه و نخواه در دل خواه نمایش موند از روزی تشکیلیابی گروه متحال حاضر بجوز فحش و بجوز نمیدونم لخت روی صحنه این چیزا و بجوز دست زدن به سیاست به هر چیزی که خواستیم دست زدیم روی اون کار کردیم و تا امروز رسیدیم. یک موضوع جالب در دوستی ما اشاره کردن گفتن ما بجز از موضوعهای سیاسی و موضوع فحشا دیگر به همه موضوع دست دادیم. اصلا بگیریم اگر به همین دو موضوع دست نزده باشن پس اینجا روشن‌تر میشود که مردم علاقمند پیدا نمیکنن به تئاتر. چرا؟ چون امروز زندگی مردم توأم با سیاستشون است. یعنی مردم اونقدر مشکل‌های سیاسی دارن که مثلا چرا یک فیلم ترکی ما در تاجیکستان موفق می شود یا که مثلا یک نمایش خارجی میاد موفق می شود یا که مثلا نمایش‌های برزو در بیرون موفق می شود، این است که باید با سیاستی که مردم دارن اون باید موفق. مثلا سال 93 که برزو گذاشت با فکرم جداد ندادن روی صحنه ها، بعد از 3-4 بار بستن، یعنی بستنش، یعنی سیاسی بود. یعنی اگر به همین دو موضوع که دوستی ما دست نزده باشن، یعنی یک من فکر میکنم حداقل 70% زندگی مردم کنار گذاشتن. شاید اگر 10 نفرم یا 20 نفرم در اینجا تماشابین داشتن، تماشابین اختیاری از دست دادن. من فکر میکنم اینم یک مشکلی خیلی کلان است برای تئاترهای توجیه. ببینید من چی میگم، یعنی موضوع اینجا نیست که ما موضوع سیاسی گفته حکومت این یا اون نفر زیر انتقاد شدید بگیریم در روی صحنه. ما البته مثلا اگر شما متاسفانه که ژورنالیست ندید اون نفری که ما رو میشنن ببینن و دیده باشن، اونا میدونن که ما از پشت ژورنالیست چقدر پروبلم‌های اقتصادی و اجتماعی را گفتیم که البته اینا هم به سیاست طبعا. مثلا یک ژورنالیست برای یافتن یک بردنانی که برای یک مطلبش 50 سوم میگیرد و فروخته شده یک گروه میشود که اون گروه هر چیزی که سفارش شد همون مینویسد و یک روز در جانش میزنن میگن من بس میکنم نوشتن و اون میان چشموش کور میکنن و یگانه آرزوش که دخترچه دار شدن بود، دخترچه‌اش به دنیا میاد و او را دیده نمیتواند. مگر پشت این ما پرابلم های سیاسی را نمیبینیم، میبینیم ولی تا اون حد نه که به قول رسول لبوی نگیم. بینندگان عزیز، این میز گرد رو با پرگی میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. و در این قسمت برنامه برای شما نواری گلزارهای مفتون کننده و اما خطرناک را نمایش میدیم. برای آنهایی که میخواهند از نزدیک این منظره زیبا را نظارت کنند، پس باید چند معیار را رعایت نمایند. گزارشی طاهری سفر در همین باره. موسم شکفتن گل در کالیفرنیا. بهار وادی آهوان را در اینجا به جایی مفتون کننده و موافق برای عکس برداری تبدیل داده است. گلزارها روزانه هزاران سیاح را به اینجا میکشند ولی پاسبانها نگران شدند. با پیراه بینگرید. این پیراه ها را سیاحان باقی گذاشتند چون روی گلزار قدم میزنند، عکس میگیرند. بعدا درون گلزار و درونتر می روند و گلها را زیر می کنند. در نهایت چیز دیگر نمی شکفد. آن خالیگاه هایی که می بینید در چند روز با وجود آمدند. در موسم سال 2017 سیاحان گلها را زیر پا و طبیعت اینجا را خراب کردند. حالا پاسبان‌های باغ برای راه ندادن به ویرانکاری معیارهای نوی را جاری کردند، اما نه همه معیارها را رعایت می کنند. معیارها این است: از دیوار نگذارید، از سد نگذارید، از پیراه خارج نشوید، از پس مارها نروید، به عالم نباتات نرسید. فقط تماشا کنید کافی است. چیزی دیگر در داخل گلزار نخوابید، نه برای آنکه پامال می شود بلکه به جانتان خطر تهدید می کند. پاسبانها می گویند کوکنارهای یابایی پناهگاه مارهای سبزی زهردار است. از این رو اگر می خواهید در کوکنارزار کالیفرنیا سلفی بگیرید، پس اول درباره عاقبتش هم فکر کنید. خب با نگاه به اقربک ساعت بینندگان عزیز برنامه امروز را انجام میدیم، اما گزارش های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو در شبکه‌های اجتماعی دسترس است. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه پیشنهاد شما می شود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.